بسم الله الرحمن الرحیم. شاعر می‌فرماید تکبر عزازیل را خار کرد، به زندانی لعنت گرفتار کرد. بله، بعضی وقتا ما انسان‌ها فکر نمی‌کنیم که خود را یک لحظه آغشته کردن به این عمل بد، به این صفت ناپسند، به این صفتی که او خاصه رب العالمین است، خود را آغشته کردن باعث تباهی یک عمر می شود، باعث نابودی تمام اعمال خوب می شود و باعث نارضایتی پروردگار می شود. اگر می گوییم نه، زندگی شیطان را مطالعه کنیم. اگر می گوییم نه، زندگی انسانهای سرکش، خودخواه، متکبر و مغرور را ببریم مطالعه کنیم، ببینیم که سرانجامشان چه شده است و با چه گونه های مختلف الله متعال آنها را نیست نابود کردند که حتی اولادشان از نامشان بدشان می آید. کسی را نمی بینیم که امروز نامی از آنها به خوبی بگیرد. پس ای برادر عزیز، چرا بلند پروازی ها؟ چرا این همه غرور و تکبر؟ چرا این همه خودخواهی؟ چرا این همه دنبال و نفس هوا رفتن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که کسی که ذره ای از تکبر در قلب او باشد، او در جنت داخل نمیشه. حتی میگوید کسی که لباس را بپوشد، با لباس خود، با پوشش خود خیال بکند، تکبر داشته باشد، با غرور را برود، الله جل جلاله را داخل جنت نمیکند. انسانها را میبینیم که موتر جدید خریده است، خانه لوکس جور کرده است، یا به مقام و منصبی رسیده است، خودش را گم کرده است. اینقدر تکبر و خودخواهی دارد که حتی پدر مادر خود را نمیشناسد، ذات اصلی خود گم کرده است. الله جل جلاله در قرآن عظیم شان میفرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چه چیزی تو را مغرور ساخته است در مقابل پروردگارت که این همه نعمت ها را به تو داده است، تو را خلق کرده است و بی‌تعیین شک قرار داده است. اگر انسان به اشکال دیگر می بود چی میشد؟ پس بیاییم زود خود را گم نکنیم، بیاییم صفات ناپسند و صفات گندیده، صفاتی که مورد نکوهش پروردگار است، از وجود خود دور کنیم. خانه نعمت الله جل جلاله هست، باید صاحب خانه که شدیم شکرگزار الله جل جلاله باشیم، چرا که شکر نعمتت افزون کند. موتری میخریم، نعمت الله هست، ما باید از طریق آن موتر تواضع ما بیشتر شود، چون تواضع انسان را از بین نمیبرد، تواضع انسان را گم نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید من تواضع لله رفعه الله. کسی که به خاطر الله تواضع کند، به خاطر الله خود را خرد بگیرد، به خاطر الله جل جلاله خود را بالا نگیرد، ضعیف بگیرد، الله جل جلاله مقامش را بالا میکند، جایگاهش را بالا میکند، مقبولیت بین مردم را برایش میدهد. اما برعکس کسی که تکبر کند، الله جل جلاله از بدش میآید. ما باید متوجه رفتار خود باشیم. خداوند جل جلاله میگوید لا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین با غرور و تکبر را نرو. چرا؟ در آخر آیه الله جل جلاله میگوید ان الله لا يحب كل مختال فخور. خداوند جل جلاله انسان‌های که با خیال و با غرور و با تکبر و خودخواهی را میروند دوست ندارد. حضرت لقمان حکیم زمانی که بچه خود را نصیحت میکند میگوید وقت فی مشی، در رفتار خود معتدل باش، میانه رو باش، با غرور را نرو. و این خاطر ما متوجه رفتار خود باشیم. خدا نکند که زمانی که من راه میروم در دل من کبری بیاید، دیگه کسی را تحقیر کنم، دیگه کسی را ذلیل بشمارم، که الله جل جلاله من را در دنیا و آخرت فار ذلیل کند. پیامبر صلی الله علیه و آله کبر را چنین تعریف میکند، میگه الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر نپذیرفتن حق، بعد حقیر شمردن مردم هست. ما زمانی که صاحب مقام میشویم، صاحب جای میشویم، الله جل جلاله با ما نعمتی میدهد، ما نباید مردم دیگر را حقیر بشماریم، ما نباید اصلیت خود را فراموش کنیم. اصل ما چی است؟ در سوره طارق الله جل جلاله میفرماید فلینظر الانسان مما خلق. انسان باید نگاه کند که چه چیز خلق شده است. خلق من ماء دافق، از یک آب تیز و بدبو خلق شده است. اصل خلقت ما از آبی هست که ما زمانی که او آب از بدن انسان خارج می شود، انسان باید برود حمام کند، غسل کند. ما اصل خود را، همیشه انسانی که اصل خود را شناخت خالق خود را میشناسد. اصل خود را شناخت غرور و تکبر در وجودش نمی آید. از دین خود با خبر بود، هیچ وقت دیگران را تحقیر نمی کند، ولو که به هر کجا برسد، به منصب برسد، صاحب پول شود، صاحب مقام شود، صاحب منزلت شود، صاحب اولاد زیاد شود، هیچ وقت او باز اصلیت خود فراموش نمی کند.
لذا کوشش کنیم کسی باشیم که در هر حالت با ما حالت اصلی خود بمانیم و در هر حالت به این فکر باشیم که تکبر صفت بدی هست و کسی که متکبر باشد الله جل جلاله او را دوست ندارد و مردم هم نیز او را دوست ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.